خب 3 روز توی آمریکا بودن. یه چیزی که بگم بسیار ناامنه، یعنی اصلا افتضاح. من به هیچ عنوان اجازه نمیدم هنو یه روز بیاد اینجا. یعنی پره، اصلا بی خانمان، اصلا یه وضع افتضاحی. اصلا یعنی معلومه که شهر امن نیست. یعنی برخلاف سیدنی که من فکر میکنم هنو رو میتونم بذارم تا 2 شب بره بیرون، اینجا اصلا نمیتونم فکرش کنم ساعت 1 ظهر بذارم تنها بره بیرون. یعنی الان مرکز شهر کثیف، بو میده، خیلی شهر کثیفیه. یعنی گفتم که این چیزا رو هم بگم بدونید. خوبیاشو داره، قشنگه فلان بهمان، ساختمان‌های بلند، ولی شهر ناامن، کثیف، مردمش همش میدونیم چیزن. بریم. آره ماما بریم اینجا رو بگردیم بعد بریم. آره خلاصه که اینجوری اینا رو که میبینید اینجا نشستن همه یه مش بی خاندمان معتاده، چرت و پرت. خلاصه که not my city.